ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. اکثر دانشمندان گذشته از آن که به خالق خود اعتقاد ندارند یا نه به این باور دارند که کدهای کیهانی وجود دارد. همه چیز در کائنات بر اساس قواهای بنیادی طبیعت نظم گرفته‌اند. توانایی‌های این قواها توسط اعداد به نام ثابت‌های بنیادی مشخص شده است که آنقدر حساس هستند که با تغییر اندک باعث از بین رفتن کائنات می‌شوند. ما کاملا نمی‌دانیم که چرا، ولی چنین به نظر می‌رسد که قوانین فیزیک، قوانین کیهان و یا قوانین چگونگی تکامل کائنات بسیار خاص و شگفت‌انگیز است. یقینا که خاصند و هر کس چنین میپندارد، ولی طوری خاص که اصلا گمانش هم نمی‌رود. این قوانین طوری خاصند که موجودیت ما بسیار وابسته به آنهاست. به طور مثال، اگر گسترش کائنات دقیقاً بعد از انفجار بزرگ به اندازه 1/1 کوانتیلیون تغییر میکرد، کوانتیلیون یک عدد با اجزا صفر است، یا کائنات به گونه سریعتر گسترش می نمود و اینکه در خود متلاشی می شد و هیچ چیز شکل نمی گرفت. برای اینکه تصویری از کوچکی یک حصه در یک کوانتیلیونوم داشته باشید، تمام ریگ‌ها، سنگریزه‌های این ساحل و تمام سواحل دنیا را در نظر بگیرید. تعداد ریگ‌ها تقریباً به 1 کوانتیلیون دانه می رسد. در این قیاس اگر تمام ریگ‌ها بیانگر سرعت گسترش کائنات بعد از انفجار بزرگ باشد، نیاز به اضافه و کم کردن چه تعداد ریگ است تا کائنات از بین برود؟ فقط یک دانه در یک کوانتیلیون. باید همین قدر دقت و ظرافت موجود باشد تا اینکه ما اینجا باشیم. بگذارید مثال از ثابت جاذبه‌ای بیاوریم. خطکشی را در نظر بگیرید که با وحدات 1 انچی تقسیم شده باشد. پس طول این خطکش را به پهنای کائنات در فاصله 1400 میلیارد سال نوری امتداد دهید. برای تصویر و درک بهتر فرض کنید که طول خطکش محدوده ممکن برای مقدار نیروی جاذبه است. و بیان دیگر، جایگاه برای قدرت نیروی جاذبه می توانست در هر قسمت از این خطکش باشد، اما فقط در قسمت قرار گرفته است که دقیق‌ترین محدوده برای حیات است. حال اگر بخواهید جایگاه جاذبه را به اندازه 1 اینچ به تمام پهنای کائنات تغییر دهید، تأثیر آن برای حیات مصیبت بار خواهد بود. چرا نیروی جاذبه نسبت به سایر قواها ضعیفتر است؟ خب ما نمیدانیم، اما میدانیم، چون حتی اگر اندکی هم قویتر می بود، ستاره ها بسیار سریع می سوختند، بیشتر دوام نمی آوردند تا حیات به وجود بیاورد. بجای ستاره ها و کهکشان ها فقط سیاهچال ها می بودند. ما نمیتوانیم در سیاهچال زندگی کنیم. شاید در داستان های تخیلی در سیاهچال زندگی شود، اما در حقیقت امکان ندارد. مثال سابقه از ستاره شناس بزرگ یوهانس کپلر وجود دارد، کسی که خود را با عدد دیگری مشغول ساخته بود. چرا آفتاب 93 میلیون مایل دورتر از زمین قرار دارد و او چندین دهه مشغول دریافت پاسخی بود، اما جوابی برایش نیافت؟ چرا ما انسان‌ها در سیاره در این فاصله مشخص قرار داریم برخلاف احتمالات دیگر؟ و این سوال است که باز هم پاسخی برایش داریم. آن سیاراتی که به ستاره چون آفتاب نزدیک هستند بسیار داغ هستند که فراهم کننده شرایط زیست برای ما نیستند. آن سیاراتی که دورتر از ستاره چون آفتاب هستند بسیار سرد هستند که باز هم فراهم کننده شرایط زیست ما نیستند. پس ما در سیاره با فاصله مشخص موقعیت داریم که فراهم کننده شرایط زیست برای ما است. خب چنان به نظر می رسد که همه چیز بر لبه چاقو قرار داشته باشد. اگر بخواهید قوانین فیزیک را حتی اندکی تغییر دهید، جهانی را که ما می شناسیم موجود نمی بود. من این را رد نمی کنم که ذات هوشمند
به نحوی در عقب خلقت کائنات وجود داشته باشد. من اصلا رد نمی کنم. ساده می پرسم که اگر وجود دارد چگونه او را تعریف می کنم؟ الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. این مثال های اندک از دقت حساس و شگفت‌انگیز است که برای حیات و بقای ما لازمی است. حتی همین مثال ها برای درک این که زمین و کائنات بر اثر تصادف به وجود نیامده کافی است. مفهوم دقت حساس که از قرن 20 به دین مورد استفاده قرار می گیرد یکی دیگر از شواهد است بر خلقت الله متعال.